توجیکستان ما حضور دارند و البته ایشان آماده‌اند برای ما و شما بزم‌های دیگر جمشیدی در اینجا سازمان می‌دهند و ما نیز خیلی تشنه همین شیرینی ها، تشنه همین سروده ها هستیم و سخن موسیقی، سخن تبریکی و این صحنه مبارک این شامینه رو و استاد دلالمند خالف میدیم و با افتخار استاد یک کفکوبی میکنیم. بفرمایید استاد. خوش آمدن به این محفل با شکوه. خوش آمدن. مرحمت کن. مرحمت. چنانچه یکی حسین گفتن البته استاد دلالمند خالف نه تنها آبروی مردم منطقه کلاب بلکه تاجیکستانی عزیز و ارجمند هستند. خوش آمدن. یکی دلالمند مرحمت. سخن مبارک بودی، سخن موسیقی از شما. دوستان عزتمند، خویشتباران و همدیاران، مهمانان گرامی قدر که از راه دور و نزدیک به معرکه دادر ما ملا سیاف جان قدم رنجه نمودید، بسیار و بسیار خوش آمدید. ما هرچند زیاد تشویش ها داشتم ولی یک سال قبل با ملا سیاف یک سفری بسیار نه چندان و قدر طولانی و دور دراز هم نبود. یک دو روز یک جای بودیم و همان پسرچش در ماشینش بود، محمد جان، اگر خطا نکنم هست. بعد همین روز ساعت 12 قریب یک بود که نگاه کم که دعوتنامه‌اش آمده است. به خاطرم زد، گفت یک سال پیش که اماکی همه توی مدن نمیوی در این ماشین در پرول انزاب. بعد ما گفتیم بکی همین کودک بسیار خواهش کرد. ما علی سیاف خیلی شاگرد است، همین کودک خواهش کرد ما چی علاج باید یگان علاج یافته اقلا در آماده 10-15 دقیقه همین توی همین محمد جان ده یک تبریکش کنم، چون در خاطر او میماند. شاید یک روزی که ما هم نیستیم اما در خاطر او هست و میماند. سیاف جان از صمیم قلب توی فرزندک تبریک میگم. در اینجا بسیار یار و دوستای عارفانه ما حضور دارند. مردم عارفانه خودی مردم کلاب که طبیعتاً و صمیمیتاً عارفانه هستند، عارف هستند، یکون جای شبه و یکون چیزش نیست. باز یک بارگه همه شما را خواهرمان ساجده میرزایی و که مظفر بسیار یار و دوستان دیگر که همه را نمبر نمیتونم کرد و در این مرکه باز خواهر دیگرمان بسیار هنرمند احترام میکردگی من که شکلا زن است اما مضمونا مرد است، سریا قاسمова هست. میخوام که یک قصه به خاطر سریا و من با یک چند سرود میل شاه بچه را میارم، آقای محمد میارم، بعدا باز سریا خان بچه ها دوام میتن. بار دیگه من از زمان صلوات محمد به خاطر محمد شروع میکنم. شاید اینجا میفهمیدگی زیاد هستند. حسنالدین بیای باجوره
جمال محمد سرون نباشد به اعتدال محمد در نظر قدر با کمال محمد چشم مرا تا به خواب جمالش خواب نمیگیرد از خیال محمد